شماره 1 چیچن ایتزا. چیچن ایتزا نام محوطه‌ای در شهری باستانیه. بیشتر شهرت این مکان باخته هرم باستانی اونه. کلمه چیچن ایتزا به معنی در کنار دهانه چاه ایتزا و در سال 2007 در یک رأیگیری جهانی به عنوان یکی از عجایب افغانی جهان جدید برگزیده شد. این اثر 1000 سال پیش پایتخت یکی از پادشاهان مایا بوده. در این مکان قربانی‌هایی رو به خدای باران مایاها یعنی چاک ارائه می‌کردن و هنوز هم آثار قربانی‌ها در اون وجود داره. از قسمت‌های جالب این هرم اتاق قربانی اونه و جاییه که اولین آثار قربانی‌ها در اون پیدا شده. شماره 2 مجسمه مسیح. همونطور که از اسمش مشخصه این اثر یک تندیس از حضرت مسیحه و در شهر ریو دو ژانیرو برزیل واقع شده. ارتفاع خود مجسمه 40 متره و روی قله کوه کورکوادا و در ارتفاع 74 متر ساخته شده. کمی بعد از جنگ جهانی اول اسقف‌های کاتولیک رومی ساکن برزیل در مورد بیدینی جامعه اظهار نگرانی کردند و فکر کردن ساخت مجسمه‌ای مذهبی ممکنه که باعث افزایش ایمان در مردم بشه. این مجسمه به طوری ساخته شده که دستای خودش رو کامل باز کرده و به این معنیه که کل انسان‌های جهان رو به آغوش میکشه. شماره 3 کلوسئوم. کلوسئوم بزرگترین آمفی‌تئاتر باستانی و حتی یکی از بزرگترین آمفی‌تئاترهای امروزیه که هنوزم سر پاست و در شهر روم ایتالیا ساخته شده. ساخت این اثر در زمان امپراتور وسپاسیان و در سال 72 شروع شد و در سال 80 میلادی پایان رسید. اسم اصلی و اولیه این بنا آمفی‌تئاتر فلاویان بود که فلاویان از اسم خانوادگی امپراتورای سازنده کلوسئوم یعنی امپراتور وسپاسیان و تیتوس گرفته شده. کاربرد کلوسئوم بیشتر برای برگزاری مبارزات گلادیاتورها، شکار حیوانات و حتی اعدام بوده. این بنا شاهد خسارت‌ها و خرابی‌های زیادی بوده که زلزله و دزدان سنگ از جمله اونها هستن. اما این اثر هنوزم پابرجاست و به عنوان نماد شهر روم شناخته میشه. شماره 4 دیوار بزرگ چین. این دیوار طولانی‌ترین و بزرگترین ساخته مهندسی جهانه که طول اون 21196 کیلومتره. ساخت دیوار چین در زمان حکومت چین شی هوانگ تموم شد. فرمان روایان قبلی برای مقابله با اقوام صحراگرد و مغول این دیوار رو ساختن و در زمان چین شی قسمت‌های مختلف دیوار به هم متصل شدن. سالهای بعد دیوار شاهد فرسایش زیادی بود و در قرن‌های 15 و 16 توسط حکومت مینگ بازسازی‌هایی رو تجربه کرد. شماره 5 ماچو پیچو. این اثر در واقع شهری در پرو با دیوارهای سنگیه که با معماری کلاسیک اینکاها ساخته شده. در سال 2003 تعداد 400,000 گردشگر در این اثر ثبت شد. این شهر در حدود سال 1450 در ارتفاعات امپراتوری اینکاها ساخته شده، ولی 100 سال بعد در پی پیروزی اسپانیا بر اینکاها این شهر هم تخلیه شد. به ماچو پیچو شهر گمشده اینکاها هم میگن، چون که تا سالیان زیادی کسی از وجودش خبر نداشته. شماره 6 شهر باستانی پترا. پترا نام یونانی پایتخت نبطی‌ها در جنوب اردن امروزیه. نبطی‌ها که خودشون عرب زبان بودن این شهر رو رقمو مینامیدن. این محل از 7000 سال پیش از میلاد ساکنانی داشت، ولی خود نبطی‌ها از قرن 4 پیش از میلاد در اون ساکن شده و اون رو مرکز پادشاهیشون انتخاب کردن. پترا در دره‌ای بین کوه‌ها واقع شده و بیشتر به خاطر مقبره‌هایش که روی صخره‌ها تراشیده شده مشهوره. شماره 7 تاج محل. تاج محل از مشهورترین بناهای جهانه که در شهر آگرا و 200 کیلومتری از جنوب دهلی قرار داره. این بنا در واقع آرامگاهیه که به دستور پنجمین پادشاه گورکانی و به یاد همسرش ارجمند بانو ساخته شد. تاج محل در سال 1040 شمسی ساخته و بعدها خود پادشاه گورکانی هم در اون دفن شد. این ساختمان ترکیبی از معماری ایرانی و گورکانیه و 20,000 هنرمند به رهبری احمد و برادرش حمید لاهوری در ساختش شرکت داشتند.